دقیقا باهاچم چی شد؟ حالت خوب است جان. برای چی خواب شب نشده است کو؟ همیشه شب بودیر جان، همیشه. اما این شب این ظلمات را نیست کردن لازم. خواهر جانم، با تو چی ها کردند؟ تقاید کمی به دوری ها می رود. مالش؟ کجا؟ به دوری ها. من چی کار بکنم؟ نزدی پدرت می رویم. آخه پدرم از ما جدا زندگی میکند. فقط او روزهای یکشنبه میبینم. از این بعد هر روز می بینی او رو. خوش آمدید. پدرش کجاست؟ انشاءالله می آید. رو نزدی بابایت رو. بیا جانم. میدانم گفتنش مشکل. نه دیوانگی نکن. چه آخر؟ میدانم من سرکمیسر هستم، اما انسان بعضی حسیاتش را خدا جان کمکم کن. آخر اگر اینطور باشد کمتر بجورات شوم. گوش کن حلیمه، تو را دوست می‌دارم، فهمیدی؟ ما مردیم، ما دروغ نمیگوییم. همسر من نمیشوی. آخر تو چی میگویی؟ مگر دیوانه ای؟ آخر به خود بیا. حلیمه تسلیم میشوم. آخر برای چی سرکمی سرم؟ چون که عاشقت هستم. ببخشید رفیق سرکمیسر، من به شما خلال نرسوندم. نه من چی میکردم؟ بالا با پسش. حلیمه به خانه نجید سردار نمی رویم. خونه را پا زنگ زده بودند. همینطور می پیش از رفتن با تو در یک مسئله گپ زدنیم. یک دقیقه. میدانی حلیمه، من باید با تو. سرکمیسر، لبی. یک شخص نزد شما آمده است. من هستم، نمیبینی؟ گفتگو دارم. بسیار مهم است میگوید سرکمیسر. هم چی خیل گویم، کمتر عجیب است. خیر مالش، تو رو من حاضر می آیم. شما چی گفتنی بودید رفیق سرکمیسر؟ من بد میگویم. من هم روم. از آنجا هم رو به خونه سردار می رویم. التماس می شود؟ رفتیم با هم می رویم. تو
تو در اینجا چی میکنی به شرف؟ سرکمیسر شما چی رفیق سرکمیسر رفیق سرکمیسر به شما چی شد؟ برای تسلیم شدن آمدم. تسلیم می شوم. من تو را التماس آرام شوید. آخر من برای تسلیم شدن آمده است. این آدم کیست؟ این پدید تلخی حیات من، دوستی بیزنم، از همه بدترش قاتل چندین آدم است. رویزت را نشان میدیم. آدایی تو به همه کردارهای رزیلانت جواب خواهی گفت. با من چی کاری خواهیم کن؟ اما اول مرا گوش کن. همه‌اش رو میگویم. چیزی که میدانم میگویم. اگر نمیگفتم فکر میکنی خودم میآمدم. همین خیال پره. هیچ وقت یگیت ها در بالای از سوار شده با کمون به قفا نگاه کرده هدفشون رو منشون میرسونده. تا همین درجه هنرشون بلند بوده است. اون یگیت ها رو مثل تو کودکان گوش میکردن و به آخر یک سوال میدادن. چی بود اصلا سوال داده؟ تو در این قصه خود را کی تصور کردی؟ هنرپا چقدر بخچه زیبا. بله مثل این بخچه نیست. اوه از نمودش خیلی با مزه می نماید. خودتون پختید؟ من نپختم. خاله‌ام روان کرده است از ارزروم. مرحمت آه خدایا خوش شود. یا خدایا. از خدا شکر به پسرم هیچ چیز نشد. خیلی ترسیده بودم. برای همین یک قربانی میکنیم نصیب باشد. از افتشال پرینجون به کسی صدقه داده است وگرنه وای دیوانه او را. امان التماس به خاطرم نبیار، فشارم بلند می شود. بله باز دو کس رو کشته است. بیچاره. چهل بیچاره؟ این بیچاره دو کودک را کشته است. من میگویم فقط از همین تلویزیون یاد میگیرم، از همان فیلم ها، سلسله فیلم ها. مگر پیش بود؟ نبود؟ همین طور لیکن هر فیلم خیلی نمی شود. نغزش هم هست. نمیدونم. اصلا من تماشا نمی کنم. اما به جوانان بسیار تاثیر می کنم. چی تاثیر میکرده است؟ نجیب خودم که به زور باز می ترسونی. زنک که ترساندم. فقط یک سوال دادم. تمام. اما اوچه من کلان شوم یگید نشوم. یگید؟ چه یگید؟ این یکون مسلک است. یگید گفتی به یادم آمد. یگید با حال من آمدن؟ هنوز هم تفتیش کردن؟ ممکن نکنند هم. چه؟ دعوت کرده میاند البته. خیر نمیدونم. چه شد؟ شما از من چیزی را پنهان کرده استاده؟ اپا من یوری میدی هم به شما. تیمور تو هم بیا. تو خودت کردنگی. اقلا یکون کار میکنی. در خونه خوروگو رو کی میپسد؟ خیز گفتم. کی در خونه خوروگو رو میپسد ها؟ کی؟ نبای علمه. چی گفتی؟ خوب حاضر می آیم. فهمم. زنک من باید روم. اوه نجیب، من این قربانی را به تو چکار میکنم؟ زنک جان حساب می آید. قربانی را می کشد. شما باشد آن را به محتاجان تقسیم می کنید. تمام؟ رفتن چه؟ بله. سردار من هم روم؟ نه حالا تو اینجا باش. راست میگویی. جورا جان تو از کجا پیدا شدی؟ این رومان به گوشم یک چیز رسید، درست است؟ به گوشی تو رسیده باشد، درست است. حاضر مرا به نظارت خونه بر. چه؟ بر آخر بر. حیوان راست خودش به پای خودش آمد. برای چی باشد نمیدانم. آخه برای چی آمد؟ میفهمیم. یک مشتی خوب بزن. چی؟ کار شدی مگر یک مشتی با قوت بزن گفتم.
زن گفتم کش نگفتم کو. تو هم در دندان شکنی بد نیستی. کنی مرا با پایان فرور. چی اندیشه داری؟ درا با درون درا. خدا را شکر گوی که پلیسم، وگرنه میدیدی. پلیس نمیشدی، کاردارت نمیشدم. دمت را گیر. با خدا پول کافتم اما نیافتم. 90,000 پولی کم نکو. التجا میکنم. خکون، من تو برای ها را بسیار دیدم. از اونها نفرت میکنم، فهمیدی؟ گوش کنید، من شما را هیچگاه ندیدم، اما حرمت میکنم. التماس به من مهلت دهید. من از شما 50,000 گرفته بودم. تو مرا با آن خیال کردی جناب فیروز. برای با سودخور کار کردن با شرطهایش راضی شدن در کار. به تو یک چند ساعت مهلت میدهم. تا ساعت 9 اگر 90,000 آوردی نه آوردی با یکی از نزدیکانت الوداع میگویی، فهما؟ لطفاً باز کمی دیگر مهلت دهید. هیچ نباشد با شما روبرو صحبت کنم. ممکن دردی مرا خوبتر فهمید. از این جای دور شرطهایم را فراموش کردی به فکرم. تا حال یگان مشتری مرا ندیده است، دیده باشد هم مرده است، فهمیدی؟ شب ساعت 9 انتظارم، نزدیکانت را فکر کن. چی شد؟ از رویم معلوم نیست. چه خیر شد؟ با دستشون یک کامپیوتر افتیده است. در آنجا معلومات درباره یک تشکیلات تروریستی بوده است. آنجا نام من هم بوده است. تو در اینجا چی کار میکنی؟ چی کار میکنی در اینجا؟ گپ زن. چی کار میکنی؟ من تسلیم شدم. چه؟ بسیار کارهایی بد شد میمدو. بسیار. عقلت در جایش باشد تو هم برا. این حریفان نه وطن دوستن نه هیچ چیز. نیتهایشان تماما دیگر. تو شاید این رو نفهمیم دو. خائنی حرام، از رویت معلوم بود. ای مرا با دیگر جا برید. مرا از اینجا برید. با این ابله ایستادن نمیخواهم. ای مرا بشنوید. یگید شین در یک جا. آخر چی خیل شینم سردارم؟ آخر چی خیل شینم؟ دشمنی جانی من اینجا و شما مرا شین میگویید؟ شناسنامه اش همین است؟ بله، هنگام در آمدن همین را مانده است. اما از حقانی بودن شبهه دارم. اینجا سیری هست سردارم. این ابله را کم و بیش میشناسم. این طور با آسانی تسلیم شدنش ناممکن است. این تماما از عقل بیرون است سردارم، ممکن نیست. تو صبر کن، یک دم است. ما که حالا هیچ کار نکردیم. شخصان خود تسلیم شده را با چشم حذر می‌نگریم. اما ما پلیس کو. در ما برای پشیمان شدگان بستنی تفتیشات را عمیق و دقیق میکنیم. بعد عمل میکنیم. اول با او یک صحبت میکنیم. این وظیفه جانی ما میباشد، میفهمی؟ البته سردارم، میفهمم. صبر. یگید
من حسیاتت رو میفهمم. نه سردارم، نفهمیدید. مثل پلیس عمل کن. آدم برین. یعنی به حسیات داده نشو. خوب شده سردارم. دادا ارجان اینجا چی میکنی؟ تقوم آوردم. تقویت؟ او چت کنی؟ خوب بود. در خونه؟ اها خوب است ها؟ اها. بیا تشکر مرحبا. شما. مانده نباشید. مرا غارت نمیکنی ها؟ نه پدر خوش آمدی. چه گپ خبر؟ در بیرون چی کردی؟ هیچ چیز. یک جا رفته بودم. پدر با تو یک مسئله رو گپ زدم در کار. چی مسئله بود است؟ یک مسئله مهم. کنشین. گپ زن. ارجان اینجا بیا. یخموز فروش رو میدونی ها؟ رو یخموز خریده بیا. پدر تو پدرم درم هستی، اما مثل پدرم بودی همه وقت. اما کم سلاخ نخورده ای از من. باشد بودگی کار. کنی و من فهمان. پدر یک وقت خطا کردم، همه خطا میکند. اما از آن من عادی نه. خیلی بگو چیکار کردی؟ قمار بازی کردم و بای دادم. چی؟ قمار؟ تو قمار بازی کردی؟ کم کم بازی میکردم، اما چی خیل شد که نمیدونم قرضدار شدم. چقدر؟ 50,000. چی؟ باز آنها مرا آرام نمیگذاشتن. هر شب می آمدن تهدیدم میکردن. بعد مجبور شدم قرض گرفتم، از آنها خلاص شدم. با این کارها چقدر همراه شدی؟ من نمیفهمم. اما پدر بعد از این هم بدتر شد. چقدر بدتر؟ پول را از یک سودخور قرض گرفته بودم. 2 هفته گذشت، 50,000 90,000 شد. حاضر از من 90,000 طلب دارم. ندهم، یا مرا یا نزدیکانم را میکشند. همین شب بیفتنم در کار. و تو از من پول میخواهی؟ همین طور ها؟ یک مردگی کلان شرم نمیداری آمده از من پول میپرسی؟ با کاری کرده اگر خدا جوابگر. این را باید پیش از قمار بازی فکر میکردی. تو زن و فرزند داری. گم شو به نظرم، گم شو. بحث با هم بازی نکن. پدر به خدا با این آدم ها شوخی کردن لازم نه. میترسم از پشت من تو رو هم نکشن. مرا هیچ کس نمیکشد. تو مرا ترساندن میخواهی. تو با پدرت مانند هستی. پدر اگر پدرندر هم باشی پدرم هستی. التماس مرا هم فهم. از تو فقط قرض میخوام. تمام. اگر دیم کی بر میگردانی؟ چه خیل ها؟ چند سال بعد؟ پدر دم بس. هیچ چیز شنیدن نمیخواهم. چه خیل که گرفتی همان خیل برگردان. گم شو. این نام اصلیت نه. نام اصلیت چیست؟ 12 سال شد که نام اصلیم رو استفاده نبردم. از بس که لباس سیاه داشتم مرا سیاه پوش میگفتند. صدها نام ساخته نیز داشتم. افسانه نگوی ابله، نامی اصلیت را گوی. کوپتر ها؟
من همین خیلی نامی داشتم در بین مردم نمیگشتم. یگیت نامی آدم رو مسخره نمیکنن. شناسنامه را هم قلبکی کردن ممکن است. فرق ندارد. خیلی شد نامم رو استفاده نمیبرم. خوب پس کیستی؟ با یک نام مخصوص در کارهای غیر قانونی و در بعضی عملیات ها سرداری میکنم. باز در کارهای مخصوصی پیشوا یاری میدهم. کارهای مخصوص گفتی؟ که یک مثال بیار. اساساً خبرهای مخفی رو میبرم برای گوش نکردن دیگران. باز خبرهای متاثر. خبرهای متاثر؟ برای مجبور کردن کار جناب یمن رو میشناسید به فکرم. مثال به او بسیار خبر برده بودم. همش رو اجرا کرده بود غیر از آخرینش. و تو را برهمانه به قتل رساندی، همین طور؟ درست، بله. شرط گروه همین است. چه که به من معلوم است کارت با همین تمام نشده است. بله، تا سحر هم نقلم تمام نمی شود. سر حسابی آدمانی کشتم را نمی روم. چند بمب کفاندم، چند آدم را تهدید به مرگ کردم. 12 سال اخیر کارهای غیر قانونی که در کشور روی دادن یا به واسطه یا همچون تشکیلاتچی در آن اشتراک کردم. غیر این کارها باز کودک دزدی هم میکردی هم بیشرف؟ آره، کودک دزدی هم میکردم گفتی. من میخوام پیش از همه یک چیز از تو پرسم. برای چی تسلیم شدی؟ من به این گروه برای خدمت به وطن وارد شده بودم. به وطنم خدمت کردن میخواستم. بیکار بودم. بعد کار آنها را دیدم. مرا به حیرت آوردند. حتی روزی یکم که به این گروه داخل شدم آنها به من گفتند برای آبادی این وطن باید 50,000 نفر هلاک گردد. به من سخت تاثیر رسانده بود. اگر با مردن 50,000 نفر ملک آباد شود من راضی گفتم و همینطور من داخل شدم. یعنی مثل قصاب آدم میکشتی ها؟ اما این سبب تسلیم شدنت را نمیفهماند. این کار بسیار کاری پرمشقت است. دیروز به من یک وظیفه دادن. وظیفه آسان. چه وظیفه؟ آنقدر هم مهم نبود. با یک کس باید پیغام میبردم. یعنی پیغام تهدید؟ یک بای صاحبی ثروت و آبرو شرط رو یک و یک بار قبول نکرد. کمی وقت خواست. کمی، 1 ساعتک. بعد پیشوایمون دیر میکردگی ها را دوست نمی داشت. اون شب نزد خواهرم رفتم. وی را بیرحمانه زده بودند. چرا؟ 1 ساعتک دیر کرده بودم. سردارم این ابله روی راست دروغ میگوید. با چی دلیل به تو باور کنیم؟ برای چی؟ بله، برای چی به تو باور کنیم؟ چون که خواهرم را نیمجان دیدم. پس از اون گروه بر آمدن رو قرار دادم و راست آمده تسلیم شده چیزی را که میدانستم به شما یک تا گفتن خواستم. میدانم که برای گناهایم مرا جزا میدهید، اما دیگر راه انتقام گیری ندارم. سراغ خواهرت رو به ما ده. قریب تموم کردید؟ بله خانم. رفیق سرکمیسر، همسایه ها رو پرسیدم. او رو میشناختن. گاه به اینجا می آمده است. یعنی در حقیقت هم خواهرش بوده است؟ بله.
خدایا پدرم کجا شده باشند؟ هنرپا خیلی بامزه، دستانتون درد رو نبیند. آش شود. با مزه. نوربانو، آلپرین کجاست؟ نمیدونم اوچه. چخیل از کجا میدونم؟ آروم شوید اپا. چخیل آروم شوم پیروز. این چیزی که دیلم میگوید میشود. شما که همین خیل فکر میکنید همین واقعه ها روی دادن میگیرند. انا آمد بینید. چکور کرده ایستادگی؟ باز چوپان شدنی هستی ها؟ یکی اگون کس تو را دوزدد؟ جنگ نکنید، کودک بازی دارد. اوچه یک بوزیچه گیریم چی؟ چی؟ بوزیچه؟ بله. بله اوچه. بخچه داریم، در بخچه ما نگاه میکنه. ها بسیار نقص. با پدراتون میگویم که یک دو شترمرغ، دو سه خیرس و یک فیل بیارد. باغچه رو به باغچه حیوانات تبدیل دهیم ها؟ زور. آلپرین نیفتم، با خدا که نیفتم. زیق شدم. من هم زیق شدم. لطفا مرا ببخشید. من هم زیق شدم. ببخش، با تلفن گپ میزدم. شنیدد آوازی تیر بود، مسابقه سر شد. نزدیکانت یک کس مرد. کی را کشتید؟ اکنون رفت. هر وقت علکش 7,000 شد. پگاه تا همین ساعت وقت داری. اگر به پلیس خبر دهی خودت و نزدیکانت کشته میشوی. اگر دیر کنی هر خودت علکش میدانی. تیز برادر، رفتیم. بیا. خدایا، خدا جون مرا ببخش. کی را کشته باشد؟ الو چه؟ لبای چی شد پسرم؟ هیچ چیز، هم تو وقت پرسم گفتم. نقص هستید؟ نقص؟ پدرم در خونه؟ در خونه؟ چی بود؟ همش نقص. چرا پرسیدی؟ خیر، تو دیدار. پسرم آه خدایا، التماس آدمی تخمی کردم نباشد. خیرا سمرا، تو نباید موری سمرا. چی کار کرده؟ پسرم، تو گفتی که مادرم در خانه خوابد. خدایا. حالا میخیل گوی؟ بله رفیق سردار. مقتول خواهری همان آدم بوده است. تخمینا همان روز کشته شده است. شاهد؟ نیست. دلیل‌های جنایت؟ جستجو داریم رفیق سردار. سردارم، این ابله با ما بازی کرده ایستاده است. به فکرم. تو صبر کن. کنی بینیم. بازی کرده ایستاده باشد میبینیم. اگر حقیقتا از گروه برآمده باشد چی؟ سردارم، به یگان حرف او باور نمی کنم. راه های فهمیدنش هست. به بیرون برو. برو یافتید. برا دف شو.
لبای زنک نجیب کجا شدی؟ در اونقدر انتظار شدیم. رنو جان هم رفت. آخر یک کاری مهم برآمد. کاری مهم. کی این کارها تمام میشوند؟ تا به نفقه برآمدن تمام نمیشه تونر خانم فهمو؟ انا باز پسره تنها ماند. تو فکری کودکان رو میکنی؟ بس هی پسره چی ها آمد و تو حالا هم کار. زنک غم نده. از برای خدا همه چیز رو از من انتظار نشو. کمتر تا با اون مشغول شو و یکی کوشش میکنم که دیر نایم. خوب من هم باور کردم. امشب که راز با ما ماند دیر شده بود. تنها روان کردن نخواستم. خوب کردی مایدش. خدا رحمت کند. تو ابله گریازی شدی ها؟ خمگیر شدی؟ تو هم خود را آدمی شماری؟ در تو آدمگری هم نمانده است. پس رزیل پلید. یگید رفیق سرکمیسر ایستید. یگید من را حس امر کنم. سردارم این بیشرف. تمام حرف شنیدن نمیخوام. برا گفتم. بیایید برای تو دیدی این انسانی پس احمق را شرم نداشته رول میبازد. طاقت ندارم. رفیق سرکمیسر چه خیلی که نباشد به نجیب سردار باور کنید. کمتر آروم شوید. من شما رو میفهمم اما همه میفهمم میگویند اما هیچ کس مرا نمیفهمد. هیچ کس حتی تو هم. گفتگی درست برآمد. به مرگ خواهر از شدم. او چی کار میکرد؟ همشیره تیب. تو رو میدونیست که با این کارها مشغول هستی؟ درباره کارم به او نگفته بودم. تالاری سقابازی دارم میگفتم. خوب برای باز هم خوبتر باور کردن اما چی گفته میتوانی؟ این روز یک اعتراضی برگزار میگردد. پگاه نتیجهش معلوم خواهد شد. جمع آمدی اعتراضی؟ اگر خواهید سراغه رو میدهم. خودتون بینید که عملیات رو پیشگیری کنید. اقتای تو یک برادر داشتی غارت میکرد. مرا با او شناس میکنی؟ چی شد فیروز؟ من غارت کردم. خاموش امتگیر. فقط یک کار داشتم مهم. خواهش میکنم. تکاز. چی تکاز؟ نامش تکاز اما دقت کن. فهمیدی گپم رو؟ شام بخیر. لبای؟ میبخشید من از نزد اقتای اومدم. نام شما تکاز میبخشید شما مرا درست فهمید. من دامتگیر من تکاز گپ زن. تنها گپ زدن میتوانم. از زنم یکان چیز را پنهان نمیکنم. گپ زن. از تو خواهش اجرای یک کارو دارم. ملخ هست می ملخ؟ لبای؟ پول؟ ها هست البته هست. ناس چی کار؟ رفیق سرکمیسر. بله؟ امروز با من چیزی گفتن میخواستید. چی؟ حلیمه تو ما رو در فیلم خیال کردی آخر در عملیاتیم کو. حالا وقتی این گپ ها نیست.
خوب بچه ها گرد اطراف به خطر است؟ بله سردارم. بسیار خوب. یکیت لابای سردارم. با دقت باشید، خیلی احتیاطکار باشید. باز بدام نفتیم، هر کار شدنش ممکن. هر کار تیار باشید، آماده باشید. فهم است؟ خوب شده سردارم. دراییم. دراییم. پلیس بس همین خواب روید. بندید برادران با دقت باشید. غیر از تو یکون کس هست؟ گپ زن. غیری تو یکون کس هست؟ چیال داری؟ خوبم. مرده است. خودش این را خواست. خودش. برادران وضعیت چگونه است؟ جواب دهید. سردارم اینجا یک اسیر هست. سلامتیش چندان خوب نیست. اسیر؟ کی؟ جناب سوها. چی گفته ایستاده ای؟ سلامتیش خیلی؟ بهترش آمده خودتان بینید. یاری تجلیل را دعوت کردید؟ بله در راه هست. حاضر می آید. جناب سوها و شما چی شد؟ وقتی از خانه برآمدن مرا دزدیدند. شما چطور یافتید؟ از یک آدم اخبار گرفتیم. کسی که باشد کافته یابید. هم شفایی هم کاغذی اجازت میدهم. حاضر چیال دارید؟ سلامتیتان چیل است؟ فقط کمتر مانده شدم. بیارید. سرداران یک چند چیزی افته. در اینجا سردار. اینجا مغازه راه کو؟ سردارم به فکرم در اینجا خیلی زیاد است. نگاه کنید سردارم. اینجا همه نقشه است. اما این نقشه خانه کی معلوم نیست. اینش باشد نقشه عملیات پارساله. بله. این نقشه اداره امنیتمون کو؟ حتی خوش نمیاد اما حریف به ما درست گفته است. اینجا پر از دلیل هاست.
ана ҳаминҷо фаҳмо паго дар вақти гуфтан биё. камераҳои дар он як муддат хомӯш меистанд. танҳо мешавам. хуб, ҳамаи пулҳо ва ҷавоҳирҳоро мегирӣ, баъд тақсим мекунем. чӣ қадар пул аст? бисёр. бубин, ин тапонча бозича фақат барои тарсондан истифода мебарӣ, фаҳмидӣ? фақат барои тарсондан. киро метарсонам? туро? бале. чӣ? яъне дар дастат истад охир. хайр, майлаш, бо ту набояд бисёр истам. девона аст чӣ? бо тапончаи бозича ғорат карда мешудааст магар? ана инро тапонча мегӯянд. вақте ки нааст, бозича чӣ лозим? вой аз куҷо мефаҳмад? сардорам. гӯш кун, агар боз ҳамон корадор такрор кунӣ, дигар хиргап мезанем. инҷо будагӣ одам девона аст, касали бемории рӯҳӣ аст, аммо дар зери амният ва бояд дар амон бошад. фаҳмо аст? фаҳмидам, сардорам. бисёр хуб. барои чӣ судери осир гирифтанашонро нагуфтӣ? худатон бинед гуфтам. чунки амалиётро ман набурдам. аз уҳдааш мебаромаданд, намебаромаданд, намедонистам. адвокат дорӣ? на, дар кор ҳам нест. ҳамаи чизро худам мегӯям, чунки мехоҳам ҳамчун ватандӯст ёрӣ расонида онҳоро решакан кунем. яъне чизеро ки медонӣ ба гуфтан тайёрӣ? бале. интар бошад, бо ту хело ҳамкорӣ мекунем. охирин намоиши силсила филм кай буд, писарам? имшаб. мухлиси ашадиро ҳам маълум кардем. аммо опам иҷоза намедиҳанд. кораш тамошои кимчхел мусобиқаҳо. чихел кимчихел? онҷо ҳаёти одамон ҳал мешаванд, фаҳмидӣ? кадомаш пул мебурад, кадомаш не. ба ман чӣ? чаро барои боидодагӣ гирья мекунӣ? гирья намекунам. гирья кардӣ, дидам. не, кай дидӣ? хуб шуд, апа. дар ҷои кор бо хӯрдан дигару дар хона дигар. мисли пештара. бале. дар зинда будани мендерес чихел рафту омадамон зиёд буд. шавҳарҳоямон дӯсти наздик буданд. мендерес ҳам мисли акаам буд. мендересро фаромӯш карда наметавонам. оча, дишаб боз дадам дар хобам даромад. курпаамро пур шунид. баъд бусид маро. ҳар шаб падарашро хоб мебинад. очаҷон, ӯ меояд. дар хобам не, аз ростӣ меояд. очаҷонаки ман. китобҳои сиёҳ. дар он ҳамаи он амалиётҳои ғайриқонунӣ сабт шудааст. китобҳои сиёҳ пешвақт барои пасдадани одамон истифода мешуд, аммо замон иваз шуд. имрӯз бошад амалиётҳоро дар он сабт мекунад. сардорам, бачаҳо аз шӯъбаи техникӣ аввалин тафтишотро ба итмом расониданд. бишин. аҷоибаш ин ки дар ҳамон китоби сиёҳ нақшаҳои имрӯза пайдо кардаамон ҳам ба пуррагӣ вуҷуд доранд, сардорам. бале, рафиқ сардор. ҳатто ҳуҷҷатҳои махфии компютерро ҳам ёфтанд. дар он ҳатто амалиёти имрӯза ҳам сабт шудааст. баъд зир гирифтани ҷаноби соам? бале, сардорам. кошки барвақттар меёфтанд. сардорам, дар компютер бисёр ҳуҷҷатҳо бо рамз муҳофизат карда шудаанд. аз онҳо дутояш бисёр муҳим будааст. номи яке такламакон, дигараш сифр. яъне рақами сифр.
برای چه آوازت رو پس کردی؟ بچه های شعبه تکنیکی بسیار مهم بودنش را تاکید کردن سردارم. ممدو گفت ها؟ یعنی؟ اما حاضر همان حجت تکلمکان رقم 0 باشد چیزی باشد یافتن لازم. رفیق سردار، کارمندان شعبه تکنیکی گفتند که رمز این دو حجت بسیار و بسیار مرکب بوده است. یعنی حل نشانده است؟ حل شونده است، اما وقتی زیاد لازم می شود. چقدر وقت؟ کمش 3-4 ماه. چی؟ 3-4 ماه؟ رفیق سردار، آخر این رمزها خیلی مرکبند. من آنقدر صرفم نمی روم. باور کنید آنها خیلی مرکب هستند. تو چی فکر کرده ساده؟ کو بینم سردارم، تسلیم شده امان در این خصوص چی میدانسته باشد؟ تکلمکان هر شنیده ای؟ بیابان را؟ بیابان آسیای میانه را نمیگویم. اینجا درس جغرافیا نیه. از کجا فهمیدید این را؟ به اینش کاری تو نباشد. تکلمکان فقط یک بیابان نیست. تشکر برای به خاطر آوردنت. یک بنا است. چی؟ بینوی تکلمکان یکی از جایهای مهم برای تیاری. در آنجا کی زندگی میکند؟ هیچ کس. فقط مثل قطی پشته استفاده می شود. چی خیلی قطی پشته؟ تو درباره چی قدر سفسطه میگویی؟ ها؟ در درآمدگاه بینا قطی هست برای گذاشتن پیغام ها. آنها را آدمان مخصوص میگیرند. یکی از آنها من میباشم. در جیبم کلیدی آنجا هست. دیگران هم از آن کلید دارند، ولی سیر گشودن آن را همه نمیدانند. چه فکر داری؟ به فکرم سردارم اول جای را تفتیش باید کنیم. اگر در کار شود عملیات میگذرانیم. او دیر شده است. اما سردارم از این کار آنقدر بایی خوش نمی آید. و من هم. اما از این کارها که اومدین یکی اومده بود. درست سردارم. تو خانه‌ات برم. تشکر سردارم. خودم میروم. تو را تا خانه‌ات برم. تشکر رفیق سرکمیسر، خودم میروم. تو از من رنجیدی ها؟ بشکن، بعضا سخت گپ میزنم میدانم، اما امروز با تو درباره یک مسئله خیلی مهم گپ زدنی بودم. یعنی میدانی مسئله بسیار هم مهم است. دیر شد رفیق سرکمیسر، پگاه گپ میزنیم. شب بخیر. یکی پگاه هم نشود چی؟ عجبا این نایمامک چی کار میکرده باشند؟ من هیچ چیز را نمیفهمم. علیکم السلام. وای شما همین جایید امک جان؟ علیکم السلام گفتم تو. سلام علیکم نایمامک. نایمامک این چی احوال است؟ به دکان مگر موشها هجوم کردن؟ یگید جان چه میروشی؟ مالش امک جان. اصلا دیر شده بود، در کار بودنتان را نمیدانستم، فقط یک خبر گیرم گفتم. در اصل محکم بود. در این ساعت کدام چای خانه کار میکنند؟ برای تو کشاده. در واقع این قدر دام را برای چی گذاشتید امک جان؟ همه جا پر از دام. یگید جان خودم را کمتر بی‌پروا حس کردم. بی‌پروایی خدا نشون ندهد از بالا آدم را به زمین میزند. ایش همین ده. یعنی چه؟ یعنی من در همه جا دام میگذارم برای احتیاط.
دست و پایم را احتیاط میکنم، از همین سبب با تمکین و در غفلت نمیافتم. همه وقت خودشار، هیچ در غفلت نمیافتی. آخر نیممک مبادا دستتان یا پایتان در نماند میگویم. یک جان پسرم، آخر فقط دقت میکنم که نافتم. هم هوشیارو هم احتیاطکاری. مگر خسته نمیشوید امکی؟ شد امک. انا دیدی چی شد؟ در غفلت موندم. امکت در غفلت، امکت را دیدی؟ ها نیممک درست. واقعا هم اگر با چشم تحقیق به اطراف نظر کنیم حیاتمان پر از دام است. بله پر از دام است امک جان. شما انسانی بزرگید امک جان. بزرگ خداست. درست است امک. ها واقعا دام گفتم و یک سوال به سرم آمد. همین آدمی فریبگر را چه فهمیدن ممکنه؟ شما فهمیده میتوانید؟ دادرم از یک آدمی میپرسی که من از کجا دانم؟ همین رو میدانم که حتی حشرات هم خود رو بدون بلا نمیزند، اما یک چیز رو میدانم. آدمی رو دیده ای که به پای خود آید و التماس مرا کشد بیاد؟ نه البته ندیدم امک جان. البته نمیبینی؟ خیر امک جان، من آیسته میروم. روزی وزنین بود، گفتم یک امکم را بینم و عصبم آرام گردد. در من یگان چیزی آرام کننده است. من تو رو چه آرام میکنم؟ در هوای تازه فراغت میکنی، بعد از دیم امکت میبینی. کنی بیا رو بیا رو کنی رو. مرا میرونید؟ پیش میکنم گپ داری؟ معلش امک جان تو بازدید شد. ولی دقت کن، دنیا پر از دام است. حذر کن، احتیاط باش، در غفلت نمان، گپی نیم امکت را از یاد نبرار. خیلی خوب امک جان خیلی خوب. نیم امک، در طول 17 سال وقتی شما را امکی میگویند این به شما تماما معقول نیست و شما را به غضب میآورد. سببش در چی باشد؟ فهمیدن ممکن است؟ بعد میفهمی. حالا رو. کی میفهمیم امک؟ حالا همه در همین جایی. رو کنی رو. چی خیلی جورا جان؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ حالا این رامانو عملیات کردنیت؟ خاموش. بله، چرا یکان گپ نمیگویی؟ این آدم سیاه است، سفید است. حالا ما هم انیق نمیدانیم. امروز رفته خودم رو نشان دادم، گفتم پلیس از من شبه نکرد. اگر نه یگان کار کردنشان ممکن بود. تسلیم شدن این ابله برای ما غیر چشم داشت شده. یگان نقشه داشتنشان ممکن. با دقت باشید. برای همین باز درونشان در آمدم. برادر، پگاه عملیات داریم. نجیب زردور تدبیرش رو اندیشیده است فکر میکنم. اما تدبیر دو طرف دارد. خدا نشان ندهد ابلهان یگان نقشه نداشته باشند. شاید. تو چی کار میکنی؟ من به جنگلی سرزرگوش میروم. همه سیرها آنجاست. مرا ببخش جورا جان، ببخش. تو هم برادر. جورا جان، پیش از مردن زنگی را خیر. تو فکری خودت را کن برادر. خوش باش جورا جان. خدا یارد. بسم الله. آمدی. خوابم برده است. خوبی؟ شکر خدا. نازگویم همش ناز میشد. زنک مرا ببخش.
اینش باز چی؟ زنک جان یگان گپی خطا گفتم. مرا باباش گفتم. آخر فقط حقوقت را پایمال میکنم. امروز هم همین خیر شد. دیر آمدم. بخشیدمت نجیب. این طور نگوی. بعضا ناز هم کنم. آخر تو را میفهمم. ببین همه خواب کردن. البته تو این دم که بیدار نیستم. من خواب نکردم. پسرم چرا بیداری؟ خوابم پرید. بینش ما بالپرین به بخشه میبریم. خوش کنی گپ زن؟ روی چی خوابت پرید؟ در خوابم یگیت را دیدم. کدام یگیت رو؟ یگیت که در همان قصه بود. ایه؟ نه مرد. اما با جای یک یگیت دیگر می اومد فراموش کردی؟ میدونم لیکن زیق شدم. تو یگیت من الپرینم اینجا بیا. سردارم گرد اطراف بینای تکلمکان را تفتیش کردیم. یگان چیزی شبهناک پیدا نکردیم. اینطور باشد عملیات تکلمکان را آغاز کنید. خوب شده سردارم. یگیت وضعیت چخیل است؟ دو قطعی گفتهاش خالی است سردارم. تمام دارید. با دقت باشید. خوب شده سردارم. کسی نیست. تازه. کسی نیست. کسی نیست. تازه. اینجا هم کسی نیست. یگان چیز هست؟ نه رفیق سرکمیسر. خانه تماما خالی. حریف راست ما را فریب داد. پلید نابکار. یگیت وضعیت چیه؟ سردارم وضعیت به جای گفته رفتیم، اما فقط خانه خالی را دیدیم و خلاص. خطی ها را دیدید؟ ما وقت نداریم. میفهمی؟ خالی گفتم که خانه هم قطی هم. شما خطا کرده ایستاده اید. اگر خطی خالی باشد حتما در آنجا یگان چیز بودنش لازم. تو مگر نمیفهمی؟ گفتم که خالی هیچ کس نبود. من نگفتم کسی هست. آنجا خودش خطی پاچته. و رفیقانتان گوید خانه رو خوب کابن. اگر یگان چیز را دانی بگو. کارم را آسان بکن. میدانستم میگفتم. به خانه من هیچگاه ندر آمدم، اما حتما آنجا باید یگان چیز باشد. برادران، از شما خواهش دارم همه جا را کابید، نغزک کابید، از سراخی در تا مشخانه ها، یعنی همه جا را. فهماست؟ فهماست سردار. عمل کنید. یگان چیز هست؟ نه سرکمیسر. رفیق سرکمیسر. با فکرم این نباید اینجا باشد. این چیست؟ فلشکه است؟ بله. ها.
بچه‌ها کافتن را دوام دهید. پدر تو برآمدنی بودی؟ برآمدنی بودم. مامانم میبرایم. چی از تو میپرسم؟ یا توبه یا خدا. نه استغفرالله پدر جان. مه پسرم تو یک مسخوری رو. دستتون رو بردارید. دستتون رو بردارید. کودک رو سرده. ها کودک برایت عزیزم. پولهای کسا و همه جواهرات رو بار کن. وگرنه تو رو و این کودک رو میکشم. دمتگیر. کودک رو مزن. دمتگیر. پولها رو انداز. پیرسگ. چی رو غارت کردنی ها؟ ارجان پسرم وای جانم ارجان خدایا. рафиқ сардор кормандони шӯъбаи техникӣ он флешкаро кушоданд ва аз он бисёр чизҳои муҳим пайдо карданд. چی یافتند؟ یک برنامه سردارم. برنامه رمز شکن. кормандони он шӯъба инчунин бо ёрии ин барнома аз китоби сиёҳ ҳуҷҷатҳои такламаконро кушода тавонистанд. рафиқ сардор نتیجه؟ در نتیجه تکلمکان کشاده شد سردارم. کشاده شده باشد؟ بله. در درونش چی بوده است؟ як барномаи нав номашро тахмин карда метавонед? دوستانم گپ را زیاد نکنید. به همین همسرم ویران. در درونش رقمی 0 نام برنامه رمز شکن یافته شد سردارم. ва албатта кормандони шӯъбаи техникӣ онро барои кушодани ҳуҷҷати рақами рамзи сифрии китоби сиёҳ истифода бурданд. ابلهان برنامه هایشون را در درون حاجتخانه پنهان میکردند. خوش. در نتیجه این رمز هم کشاده شد سردارم و حجتهای بسیاری به دست آمد که اسرار زیادی را برایمان آشکار میسازد سردارم. خوب چی برآمد؟ این چیست؟ حجت رقم 0 نقشه ماهانه روز به روز ساعت به ساعت. масалан имшаб дар куҷо шуданашро медонем. امروز چندم بود؟ یعنی اینجا باید باشد. بله سردارم همش روشن. ساعتش هم معلوم. ساعت 12. جای را تفتیش کنید. اجازت گیرید. این عملیات وزین می شود. اما یک بار دیگر از مهمانمون بپرسیم چی؟ рафиқ сардор ба амалиёт чӣ ном мегузоред сардор? عملیات رقمی 0. سردارم من هم روم؟ مالش بیا. خوب سراغه پرسیدم رو میدونی؟ آن را از کجا یافتید؟ تو تنها به سوالها جواب میدهی فهمو؟ بله با این سراغه من چند مرتبه رفتم. چه خیلی که گفته بودم گاه من خبررسان و راننده پیشوا بودم. با این بنا یک چند مرتبه در آمده بودم. سیستم بی‌خطری آنجا به درجه عالی است. درهایش اتوماتیکی. مثلا اگر از نظارت نگذاری به در آمده نمیتونی. درهایش اتوماتیکی. حتی با لیفتش هم. این بنا پاسبان‌های زنده ندارد. تو از نظارت گذشته میتوانی؟ اینطور باشد امروز با تو با هوای تازه میبرایم. چه؟ سردارم باید این آدم را با خود بریم؟ با درون در آمدن لازم مجبور ما را بریم. اما در زیر نظارت. فهمیدم. نامت فیروز ها؟ بله. اول جنوب آجر پروند همین طور. بعد دنگ غارتگر پدرتون رو.
taqqoz. Labay? Chi, bebakshid, saram garang. Ha, dar kuja monda budim? Ha, duz taner jonpullo 2 bor tir parond, hamинтавр? Bale. Шумо ба замин хобидед? Ҳамаш дарёв ғарқ шуд. Писаратон чӣ? Ором шавед, ором шавед. Чӣ хел ором шавам? Чӣ хел? Зан доред? Хело шуд ҷудо зиндагӣ мекунед. Занатон аз вафоти Эрҷан хабардор аст? Мефаҳмам. ҷаноби Оҷор падаратон буд? Падарам рамбе шуд. Вақте ман 6 сола будам, издивоҷ кардам. Аммо мисли падарам буд. Камтар дағал буду, лекин меҳрубон буд. Мефаҳмам. Худо раҳмат кунад. вазъиятатонро мефаҳмам, аммо якчанд савол доданам лозим. имрӯз камераҳо кор накарданд. чӣ сабаб бошад? Не, намедонам. ҷаноби Фирӯз, агар ягон гап шуд, ба ман занг занед, хуб? Ташаккур. Ман равам? Албатта. Bahamаш خودم ایبدار Bahamаш اونچه نمیدونم که محبتم چی ضرر رساندم الانچه در خانه ای چیل شد همه این کارها من از این تو آمده ایستادم پسرم کجا میروی؟ من مهمان سرای چه مهمان سرای؟ بعدی همه این کارها آنچه جان سوال نده تیار شم باید رویم خدایا مادرم رو از شری آنها نگه دار خدایا این چه بلایه номаш Танер бошад ҳам, лекин ҳама ӯро Такоз мегуфтанд. Такоз? Такоз, ҳа? Хуб. Шумо медонистед ки шавҳаратон ғоратгар буд? Бале. Кораш ҳамин буд. аз корҳояш, яъне аз дуздиаш ба шумо мегуфт? Не. аммо аз ин кораш хабардор будам. чӣ хел? Медонистед? як кас омада аз ӯ илтимос кард. илтимос кард? бале, ҳатто ба хона омад. ҳамон одамро шинохта метавонед? албатта, агар бинам мешиносам. номашро медонед? фирӯз. бале, бале, фирӯз. аниқ дар ёд дорам. номаш фирӯз буд. хуб, шумо чӣ хел буданашро ба мо гуфтан метавонед? албатта. айбдоршаванда Фирӯзро ба ин ҷо даъват кардам дар кор. худа шумо. хеле хуб. ҷаноби Фирӯз, барои тартиб додани нақшаи ҷиноят муттаҳамед. ман ҳеҷ кор накардам. ба фикрам вақти он расид ки росташро гӯед. инро баред. занатонро кӣ кушт? аз шумо шубҳа надорам. ба қотил монанд нестед, лекин кӣ кушта бошад? судхӯре ки аз ӯ қарздор ҳастам. судхӯр?
الو حلیمه، اینجا یک جنایت شده است. من تفتیش دارم. از این شما یگان خبر دارید؟ چی؟ شما اومدید؟ کی؟ چی؟ خواهری کی؟ چی؟ ها خوب مایلش. میدونی کار رنگی دیگر گرفته ایستاده است. رئیست اینجا می نشست؟ بله. برای چی به هیچ کس رویش رو نشان نمیداد؟ همه خیلی اگاده داشت که به مشتریان نشان نمیداد. با فکرم رئیست نام داشت. سوالم رو نفهمیده؟ آجار آندر. آجار آندر ها؟ آجار آندر یگون کاری دیگر میکرد؟ نمیدونم. رسمی پدرتون رو دارید؟ رئیست همین بود؟ بله. باوری داری انیق؟ یعنی رئیستون هم سودخور و هم قاتل است؟ بله این رسمی است. اما او هیچ وقت برای ندادن قرض مشتریان رو نمیکشت. انیق؟ بله، چون که کارهایش رو اجرا میکردیم، میترساندیم، بعضا میزدیم، مجبور میکردیم که با شرطهای ما راضی شوند. هر روز فایز رو بر سر فایز زم میکردیم، لیکن هیچگاه نمیکشتیم. تا که چی؟ روز یک آدم آمد، راست به نزدش در آمد. من از پشت در گوش کردم. او رئیس رو تهدید کرد، مجبور کرد که یک زن رو به قتل رساند. نمیدونم، اما کسی بود که به هر دویشون شناس بود. با تو امکاناتی آخری میدیم اگر این دفعه هم کار را اجرا نکردی. نشانه های او را گفته میتوانی؟ قدش در روز لباس سیاه داشت. بعد رفت؟ بعد زن را کی کشت؟ یک آدم اینجا کار میکرد، سری. بغیر از این یگون زنی دیگر رو به کشتن فرمان داد رئیس؟ نه، 3 سال باز با او کار میکنم. همان مرد برای چی کشتن اون زن را خواست؟ نمیدونم. تو را خدا زد، دانسته زنم را کشتی. انا خدا تو را نشان داد، سزای تو همین. خدا تو را زد، خدا تو را زد. خدا تو را زد. کارها خیلی آمیخته شدند. از کجا تا کجا؟ عجبا تخمینی کردم درست باشد. سردارم؟ تو هم تیار شو. با کجا سردارم؟ یکت میفهماند. خوش برادران، به عملیات رقم 0 آماده اید؟ اطراف را خوب نظارت کنید. خوب تیار شوید. خیلی خوب. سردارم، به همین ابله درایم نمی شود؟ ها سردارم، خواهر این حریف رو کشتن گفتید ها؟ بله، چی فکر داری؟
امروز جنایتی که با وقوع آمده بود یک کاری عجیب شد. زنی که کشته شده است خواهر همین کس بوده است و کشتار فرمایشی بوده است. انیق؟ همین خیل می نماید. فقط باز یک چیز دیگر که شاید از این کار فرمانده همین آدم همینطور؟ خوب، همچون پلیس باید با همه کار تدبیر اندیشید، اما شبهه زیاد شد خوب نمی شود. همینطور نیست؟ مبادا همین خیل باشد چه؟ مبادا اگر فکر درست باشد با حریف آخر در دست ما کو، ما از او استفاده میکنیم. همون رو برای فاش ساختنی یکی از سرهای خطرناکترینی دولتمون که به خلق ضرر شدید میآورد هشدار میسازیم و فکر شما به ما اگر یاری دهد خوب است یا اینکه خوب نیست. راست سردارم. اما باز هم با دقت باشید. مادامی که شما از او شبهه دارید زیر نظارت گیرید. خوب شده است. حلیمه، گوش میکنم رفیق سرکمیسر. بعد تمام شدن عملیات با تو گپ زدن میخواهم. البته رفیق سرکمیسر. سری کدام مسئله؟ این عملیات مشکل است یا سری همان مسئله با تو گپ زدن؟ به خدا که هیچ نمیدانم. خوب رفیق سرکمیسر، هیچ گپ نیه، هر گوی که خودتون خواهید. هدف آمد سردارم. دیدید؟ ایستادم. منو گرفته ایستادید. بله سردارم، کامراها آماده‌اند. رقم صفر شوید. این را از خودش میپرسیم. هدف به بنا در آمد. و بنای صفر میداریم سردارم. ایسته! پلیس! دستا بالا! دستا بالا! ایسته! تمام! نجومید! من همین طور! دستا بالا! شما نهایید چی سردارم؟ تمام با دقت باشد. دا پیش درو. برادران ما در درون بیناییم، در بیرون با دقت باشید. انا با این سو. سردارم لیفت. شش نفره. خیلی خوب، شما اینجا انتظار باشید. همه اینجا انتظار باشید. خوب، کدام رقم را پخش میکنیم؟ با فکر شما؟ ابله، به سوال سردارم جواب ده. البته صفر. فکرم این ابله رقم صفر را نقص میبیند. حتی نام بنا هم صفر. مرده است. سردارم حجره در اومدگیشان رو دیدم. خواهید من اینجا انتظار میشم؟ سرکمیسر خواهید اگر من اینجا میستم. مایلش تیمور، تو اینجا باش، ما با دیگران میرویم.
سردارم وضعیت چگونه است؟ چرا دیر کردی؟ از برآمدی پنهانی میبریم. پلیس؟ همش در جایش. روز به بینای دیگر میرویم. سردارم برای دعوایمان به کشتن خواهر خود فرمان داده اید. پیشتون تعظیم میآورم. میرویم یا اینکه اینجا ایستاده میمون بازی میکنی؟ محکم این دری برآمد است به فکرم. برادران برآمدگاه بینا را تفتیش کنید. برادران برآمدگاه بینا را تفتیش کنید. سردار چیزی شد؟ راسیاها کار نکرده ایستادم. چی شد؟ تلفن کار نمیکند. اینش هم محکم. برادرها ما را بشنوید. برادرها هیچ خودتون را غم ندهید. در اینجا نه رد که نه تلفن‌هایتان کار میکند. یگید سرکمیسر در را هم نزن، شادن نمی شود. و تو گفتم خودت را غم نده. تو کشتی؟ سمیچکه گویم به یادت می آورد. او در روی سمیچکه شب کرده بودم کو. روش کن واهمه چی؟ وقتی که تو را قپیدم من سمیشکه میخورم. تو پس پنجره میروی و آنجا میپوسی. تو گپی مرا فهمیدی یا نه؟ نجیب سردار بسیار شوق هستی، اما میدانی از اینجا حالت بسیار بد میتابد. خیال کردی که مرا داشته میتوانی؟ اصلا به تو اجازت نمیدهم. میدانی که لجامی چند کس در دستی من است. آدمانی عادی نه، همش اشراف. اگر مرا حبس کنی همه آنها روی آب میبرایند. اوه خدا اقرار کرده ایستاده این نقص. نه فهمیدم که برای یافتن تیری رقم صفر مبارزه برده ایستادی. این را دان اگر مرا دستگیر کنی آن را اصلا به دست آوردن نمیتوانی. گوش کن اینقدر زمینی خود مبال. در یادم آمد پیش از در آمدن به این بینا آن عادت نه من بودم نه رقم صفر. آنها مثل پنیر روی دام برای دستگیر کردن شما آماده کرده بودند. من باشم خیلی از شما دور هستم. دیداری مرا در قیامت میبینید. تو در کجای نباشی من تو رو میابم. حتما میابم. در اصل شما مرا خیلی ترساندید. معلوماتی که از کامپیوتر یافتید میتوانید مرا به خاک یکسان کند، نیست کند. اما آن را هم حل کردید. به همه دامهای ما افتیدید. آن برنامه های رمزشکن بر وقت آن همه معلومات را نیست کرد. آنها هم ویروس بودند که آن را ما خودمان برای نیست کردن حجت ها تیار کردیم. فکر نکن که ما را به دام افتاندی. تو امنیت را ساده مشمار. ساده مشمار. نخواه. تو با این خیانتی کردگت پس پنجره میشوی و اصلا برای ملت و خلق نگاه کردن نمیتوانی. اصلا نگاه کردن نمیتوانی. این را بدان. نه ترسان. بعد میبینی. این را بدان. سردارم با اون ابله نباید باور میکردیم. نباید. تو حالا هم نفهمیده ای که با کی بازی داری. صرف همی 4-5 نفر رفتی اما یک امنیت کلان را حتی یک ملت کبیر را صرف هم رفتنت بسیار مشکل می شود. بسیار مشکل می شود. دمد را گیر به قفایت نگر. دیدی این از باقی مانده عمر شما. بعد 2 دقیقه تمام
میدانی بسیار گپ زدی. از آوازت بیزار شدم. امید برادرها نیست، صدا نیست. چیکار کنیم؟ یک دقیقه حیاتمان مانده است. به فکرم درد دلم را دیگر در یگان شرایط گفته نمیتوانستم. تو را دوست می‌دارم حلیمه، از جانم هم زیادتر. از کار این دنیا فقط از یک چیز میترسیدم، از آن که به تو این گپ را چطور گویم. اگر از اینجا می برآمدیم به تو تکلیف توی شدن را میکردم. راضی میشدی حلیمه؟ این رازیت را میفهماند. فرزندهایمان به خدا امانت. یگید قسمت رو بگی پیش از مرگ تو رو سرکمی سرنیم. یگید میگویم قسمت. برادرها، سرتان رو بالا بردارید. این ملت با شما افتخار میکند. این ابلهان با دشمن خلق روانند چو بحر، که در آخر سر خود چو گرداب خواهم خورد. سرتان رو بالا بردارید. فکر نان گرمی دهقان و شیر پاک مادران را کنید. برادران، سرتان را بالا بردارید. این ملت با شما افتخار می کند. من در انتظار شو. من آمده ایستادم.